اتفاقا استدلال درست شما رو داعشی و طالبانی و جمهوری اسلامی میکنه. یعنی من میگم بهترین راه مبارزه با اسلام دوستی با مسلمان هست. از پنجره پریدم بیرون که خودم رو بکشم. اپیزود امروز پوشیدم، بچه‌ها خواستین رو بخونین. حتی اینو مثلا بگم خیلی داستان واسه تو دوستان تعریف کنم. یه تیشرت شبیه این داشتم، پوشیده بودم، روش نوشته بود Science doesn't give a shit what you believe in. این مال وقتی بود که همه چیز شده بودن، دکتر بودن. بعد یه یارو اومد به من، یه پیرزن سفید بودن، تو مکزیک هم بودم، اومد به من گفتش که ما هاردکور مثلا کریستین هستیم و این تیشرتت به نظر ما خیلی بیادبیه و روده و به نظر ما باید به هم احترام بذاریم. خب بعد تا حالا کسی نیومده بود سر تیشرت منو با من به قول من چالش کنه. اولین بارم بود. یه دقیقه پاس کردم، بعد بهش گفتم که نه من نباید به تو احترام بذارم. بعد گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه شماها 1700 سال سهیلایی که تو دنیا وجود داشتن رو میکشتین. یعنی هر وقت که من تو 2000 سال پیش به دنیا آمدم حرفمو زدم شما منو کشتین. الان به خاطر قانون دیگه نمیتونین شما ما رو بکشین. حالا که نمیتونین ما رو بکشین اومدین میگین بیا دوست بشو و من باید یه الاغ باشم که دست دوستی تو رو قبول کنم وقتی که هیستوری داره میگه شخصیت‌های تو چیکار کردن با من نه تنها نباید به تو احترام بذارم، من باید تو رو بکشم به خاطر کشتنی که شما انجام دادین. همینی که من نمیکشمت تو باید بری خدا رو شکر کنی. پس اگه دارم تیشرت نمیشم دارم بهت گم میزنم حرف نزن. بعد پیرمرده واقعا واسه 5 ثانیه بهش فکر کرد، گفت حرفتو قبول میکنم و رفت. خیلی اکسچنج سکسی بود. من باید مخالفم. بگو. من باید مخالفم. دوست داری مخالفت کنی؟ خیلی زیاد. اوکی خیلی عالی. خیلی خوب. این من فکر میکنم، حالا اگه دارم اشتباه میکنم بهم بگو، یه مغلطه گیلت بای اسوسییشنه. خب یعنی طرف و گناهکار حساب کردی به خاطر تعلقش به یک گروه. خب در صورتی که به نظر من من از لحاظ افکار یعنی برای کارهای گروهی تیمی کلکتیویست هستم، ولی برای قضاوت کردن ایندیویدوالیست هستم. خب یعنی هر کسی مسئول کارهایی که شخصا خودش انجام داده. کسی مسئول کارهای بقیه نیست، بقیه فقط صرف به خاطر اینکه توی گروهی تعلق داره که اونها هم تعلق داشتن. این تو نمیتونی بیای بگی آرمین، خب چون اینو به تو هم میتونم بگم، خب چون آتئیست ها تو طول تاریخ خیلی کار ظلمای بزرگی انجام دادن نسبت به دیندارا. خب مثلا میگن که تو آتئیستی، کمونیستا هم آتئیست بودن. خب استالین چیکار کرد؟ ماو چیکار کرد؟ ماو آتئیست بود. الان میتونن بیان بگن تو الان به یه گروهی تعلق داری که ظلم‌های بسیار بزرگی کرده در علیه بشریت، میلیون ها آدم اینا کشتن. پس تو به خاطر آتئیست بودنت آیا مسئول کارهای خلاف اونها هستی؟ خب نه دیگه، تو میگی نیستم، من مسئول کارهایی هم که خودم انجام دادم. اون مسیحی هم من نمیگم، من فکر کنم نباید مقصر دیده بشه یا گناهکار با ادبیات خودشون یا مجرم به خاطر جرمای دیگه‌ای که بقیه انجام دادن. اون فقط میتونه مسئول کارهایی باشه که خودش انجام داده. نظرت چیه؟ حالا بیشتر میتونم صحبت بکنم در به احترام. نه اینا حرف درسته، ولی پوینتی که من دارم اینه که من میگم همین گروه، حالا اون آدمو من نمیدونم اگه توی اون گروه این کارو بکنه، ولی این آدم وقتی که تو اون گروه بود و اگه این گروه تصمیم میگرفتن که این آدما دارن میگن خدا نیست یا خدا بده پس ما بریم اینا رو شب آتیش بزنیم، این آدم یا میرفت اونجا ته گروه را میرفت یا هیچی نمیگفت. و من اینو هنوز ایکوالی آدم بدی میبینم که تو همچین گروهی هستی و این چیزا رو داری میبینی. تو نمیدونی این شخص چجوری رفتار میکرد تو شرایط مختلف. این تو فقط کاری رو که انجام که داده رو میتونی. سال 2020 به خودش اجازه میده تو مکزیک بیاد به تیشرت من گیر بده. پس اگه این شخصیت اینه تو قول بهت میدم که دی ان ای این تو 3 تا جنریشن قبلی آدمو دیش میزده. ما نمیتونیم اینو اینجوری بفهمیم. خب پس اینم میشه در تو هم گفت.
خب یه کسی هم میتونه بگه که تو هم به عنوان یه آتئیست اگه مثلا توی حکومت استالین بودی، کسی که این تیشرت رو در برای مسیحا میپوشه کسیه که اگه زورش دستش میرسید قدرتش رو داشت، مسیحا و مسلمونا رو مینداخت تو گولاگ و اینا رو میکشت. خب اینم درباره تو میتونستم بگم. درست هم درسته؟ هست. خب مسیحا و مسلمونا رو میکشتی به خاطر اگه مسیحا و مسلمان بودنشون؟ اگه میتونستم آره، ولی واقعا تا حالا با تو حرف نزده بودم. این چیزایی که تو بهم گفتی خیلی باعث شد که یه خورده مثلا متفاوت نگاه کنم که اوکی اینا توی گروهن و دیگه به قول معروف گیر کرده توش. میتونم بفهمم که یعنی چیزایی گفتی که تا حالا احساس نکرده بودم. ولی تا قبل از این امروز که با تو ببین حرف بزنم آره، یعنی من فکر میکردم که الان مثلا تو داشتی میگفتی اتیستا بودن کار بد میکردن، تو مغزم گفتم کجا کار بد کردن؟ رفتن آدمایی که داشتن سعی میکردن دنیا رو به گوه بکشن داشتن از بین میبردن. این کار بد نیستش. یعنی مثلا هم اینجوری بهش نگاه میکردم. ولی مثلا وقتی که داری صحبت میکنی که میگی او اینا گروهن و بالاخره یه چیزی پیدا کردن و هر کسی میخواد یه جایی داشته باشه و هویتش و فلان تاثیر داره، میفهمم که یه چیزی که یارو سالها روش کار کرده و مثلا اونقدری که من فکر میکردم راحت نیست که مثلا بگی اوکی من از فردا دیگه دین ندارم، من از فردا دیگه میشم ایتیست. فهمیدم که اوکی راست میگه. خب نه، یارو گیره توش، نمیتونه بیاد بیرون اصلا، نمیفهمه که توش گیره. آره بعدم اشتباه بودن هم یعنی نتیجه های بد داشتن جرم نیست. خب ما نمیتونیم بیایم بگیم یه کسی ممکنه غیر منطقی باشه، افکارش غلط باشه، با خرافات داشته باشه، ما اینو نمیتونیم جرم حساب بکنیم. ما نمیتونیم افکار مردم رو پلیس بکنیم، ما فقط میتونیم رفتارشون رو پلیس بکنیم. خب شما اگه دست به کشتن زدی، اگه باورهای غلط داری، خب باورهای غلط ما وقت قبل از اینکه بقیه رو قضاوت بکنیم باید حواسمون به این باشه که ما خودمونم توی شرایطی داعشی میشدیم، طالبان میشدیم، خب اینو منم میگم. چه میدونم کمونیست میشدیم. من اصلا آره توی ویدیو خب برای میگم که به همین نظر من نصف دنیا رو اگه تو بذاری توی هیتلر از روزی که به دنیا آمده، همشون 100% عین هیتلر رفتار میکنن. نه به خاطر اینکه خوشحالم بکشن، چون لازمه که این کارا رو بکنن که اون چیزی که هیتلر رو میرسونه به رئیس دنیا برسونه و به خاطر اون گل داشت این کارا میکنه. یعنی منم بودم میدیدم که اوه که الان آدمایی که منو دوست دارن دارن به من قدرت میدن، میگم برو اینا رو بکش. من با اینا مشکلی ندارم، ولی اگه اینا رو بکشم اینا فکر کنن من خفنم، پس میرم میکشم. یعنی من اینم میبینم حرف تو دقیقاً درسته. همه آدما تو موقعیتی که باشن میتونن داعش باشن، میتونن هیتلر باشن. ببخشید ادامه بده. حالا نه ببخشید، نه پتانسیلشو دارن قطعی. من نمیخوام چیزی رو با یقین صحبت بکنم، ولی اگه مثلا اون مسیحی میومد به من این تیشرت رو دوست دارم، اون تیشرتی که میاد بی احترامی میکنه به باورهای مردم رو، خب این عالیه. خب من اگه یه مسیحی میومد بهم میگفت این تیشرتی که من پوشیدم بی احترامیه به باورهای من میگفتم اوکی، من به تو که بی احترامی نکردم، من به باورات دارم بی احترامی میکنم. خب من میتونم با تو دوست باشم، چون ببین در نهایت ما اگه بخوایم دشمنی بکنیم با دیندارها، با کسایی که دین دارن، در نهایت ایدئولوژی که داریم معرفی میکنیم دقیقا مشکلش همون مشکلیه که دین داره. خب یعنی چیزی رو برای مبارزه با یه هیولا خودمون داریم هیولا میشیم، چون دین دشمنی میاره. حالا ما اگه بخوایم به بهونه یک مبارزه با یه باورهایی که دشمنی میاره دشمنی بکنیم با اشخاصی که این باورها رو دارن، خب پس یه هیولا رو جایگزین یه هیولای دیگه کردیم، یه کار خاصی نکردیم. درسته. من میگم که ما اتفاقا اگه میخوایم با خود دین مبارزه بکنیم، با دیندارها نباید مبارزه بکنیم، چون مبارزه با دین چه شکلی، یعنی بی احترامی به خود اسلام رو من هیچ مشکلی باش ندارم. خب اتفاقا تشویقم میکنم. خب یعنی من توهین به ادیان رو یک ابزار خوبی میبینم، نه برای اینکه نظر کسی رو عوض بکنیم ما، چون برای عوض کردن نظر دیندارها باید باشون صحبت کرد، باید باشون هم دوستانه صحبت کرد. ولی من توهین به ادیان رو برای این یه ابزار موثر و مفیدی میبینم، به خاطر اینکه خط قرمزها توی جامعه باید واقعا روشون شاشید. خب یعنی اگه کسی بیاد یک قانونی یا یک تهدیدی تو جامعه بذاره که یک سری حرفایی رو نمیشه زد، یا یک سری اکسپرشن هایی رو نمیشه انجام داد، یا یک سری چیزا رو نمیشه ابراز کرد، دقیقاً باید ما اونها رو بیایم اکسپرس بکنیم، ابراز بکنیم و بگیم، برای اینکه بگیم که آقا در حوزه بیان هیچ خط قرمزی وجود نداره. خب برای همین برای مبارزه برای آزادی بیان
من این توهین به ادیان رو خیلی پرکاربرد میبینم. ولی برای خود اشخاصی که دین دارن، من به اون کسی که داره بهش برمیخوره بهش میگم ببین من نمیخوام تو رو ناراحت بکنم، من به این دلیل میام اینو ابراز میکنم که فکر میکنم این باید ابراز بشه. خب من قصد اذیت کردن تو رو ندارم. خب حالا اگه داری اذیت میشی، من سعی میکنم جوری اینو ابراز بکنم که تو بتونی نبینی چیزی رو که من دارم ابراز میکنم، اگه خودت میخوای انتخاب بکنی که من اینو به تو تحمیل نکنم. ولی تو نمیتونی به من بگی که من خودم رو سانسور بکنم. اگه تو داری اذیت میشی با چیزی که من دارم ابراز میکنم، مسئولیت ندیدنش با توه. تو موقعی میتونی بیای شکایت بکنی که من این رو جوری دارم به تو تحمیل میکنم که تو نتونی انتخاب بکنی که یه چیزی رو نبینی. آره، یعنی مثل جمهوری اسلامی که مثلا من نمیتونم از مثلا باید برم مدرسه، باید اسلام هست، اذان هست، توی صدا و سیما همه چی، مثلا اینو من باید ببینم، اسلام به من تحمیل شده. خب ولی اگه تو بیای اسلام تو تبلیغ بکنی، من اگه کنجکاو باشم بتونم بیام گوش بکنم، اگرم نخوام بتونم نبینم اسلام تو رو، و من بیام نه تنها باورهای ضد اسلامی رو تبلیغ بکنم، بلکه حتی توهینم بکنم، تا وقتی که تو بتونی انتخاب بکنی که توهین من رو نبینی، شکایتت ناموجهه. موقع شکایت تو موجهه که تو من دارم آزارت میدم با تحمیل توهینم، یعنی منم برای همین از عمد توهین میکنم که تو اینو یاد بگیری. خب تو نمیتونی بیای طرف من بگی به محمد توهین نکن، تو اومدی پیش من اتفاقا توهین رو ادامه میدم جایی که هستم که تو یاد بگیری که من نباید خودم رو سانسور بکنم. تو باید نیای جایی که من دارم به محمد، من اگه یه کتاب نوشتم به محمد دارم توهین میکنم، تو میتونی کتابو نخونی. من اگه یه ویدیو یوتیوب درست کردم که دارم توی اون قرآن رو پاره میکنم، تو میتونی روی اون ویدیو کلیک نکنی. نمیتونی بیای به من بگی این ویدیو رو درست نکن. تو کلیک نکن. برای آموزش این مطلب من اون ویدیو رو درست میکنم. نمیدونم الان یه نکته دیگه هم بگم. من فکر میکنم دوستی، حالا اینو من برای خیلی از مسلمان‌ها و مسیحا توضیح دادم، با اینکه خیلی‌هاشون مخالف بودن فهمیدن من دارم چی میگم. بعضیا میگن که آرمین تو میگی که مبارزه با دین احتیاج داره به دوستی با دینداران، یعنی من میگم بهترین راه مبارزه با اسلام دوستی با مسلماناست. من در جهت نابودی اسلام دشمنی با اسلام مسلمان‌ها جواب نمیده. شما وقتی میخوای با باور مبارزه بکنی، تنها راهش قانع کردن کسایی که اون باور رو دارن. تو اگه بخوای قانع بکنی کسایی که اون باور رو دارن، اونا باید صحبت بکنن. اگه بخوان حرفاتو گوش بکنن، گاردشون باید بیاد پایین. اگه گاردشون بالا باشه، تو رو به عنوان دشمن ببینن، حرفات روشون تاثیر نمیذاره. حالا بعضیا به من میگن آرمین حرفات تناقض داره. تو چه جوری میخوای هم به محمد توهین بکنی، هم قرآن آتیش بزنی، هم انتظار داشته باشی که مسلمان‌ها بیان با دشمن نباشن، دوستان باشن باهات؟ یعنی میگه که امکان نداره هر مسلمانی بفهمه تو قرآن پاره کردی یا آتیش زدی و به محمد توهین کردی، ما کاریکاتور محمد رو درست کردیم و اینا، همه اینا رو انجام دادیم، هیچ مسلمانی نمیاد باید حرف بزنه. من میگم که تجربه ما نشون داده که این برعکسه. خب اتفاقا ما هر چی به اسلام بیشتر توهین کردیم، این نورمالیزه تر شده. این بعد از اون مراحل اوله که به شدت این حساسیت روش داره، ولی اگه روی این پافشاری بکنین، این حساسیت زدایی میشه، تابو شکانی میشه، بعد از این مدتی اون تاثیر اولیه‌اش نداره. و ما هم نشون دادیم که اتفاقا موقعی که من تونستم با مسلمان‌ها بیشترین صحبت رو داشته باشم، موقع‌هایی بوده که توهین کردیم، یه کسایی فهمیدن بهشون برخورده، اومدن با من توضیح بدن که چرا کار من اشتباهه، و بعد به خاطر اون صحبتی که کردن با من دوست شدن، و با اینکه هنوز با اون کار من مخالف بودن، ولی فهمیدن که من مرض نداشتم، یعنی برای اذیتشون این کارو نکردم. یعنی با اینکه با فلسفه من مخالف بودن که چرا، ولی فهمیدن که یه توجیهی دارم، یه توجیهی حداقل من دارم، و این باعث شده که بتونن با من دوست باشن. درسته که خیلی از مسلمان‌ها حاضر نیستن اصلا با من صحبت بکنن به خاطر اینکه کارایی کردم، ولی همین که تونستم با این کارم خیلیاشون رو جذب بکنم و اونا شروع کنم با من صحبت کردن، این نشون میده که این کار موفق بوده. خب چون اون مسلمونی که فهمیده من دارم به اسلام توهین میکنم و حاضر نیست هیچ وقت با من صحبت بکنه، اصلا از قبل اصلا نمیدونست من کیم، یعنی اون رو از قبل از دست داده بودم. خب
یعنی اون کسی نبود که اول قرار بود با من صحبت بکنه، حالا دیگه حاضر نیست قرار با من صحبت بکنه. میمونه اون مسلمونی که بهش برخورده، الان اسم منو شنیده، میخواد با من صحبت بکنه. خب اینا 10% هم باشن، اینا اون 10%ی که اصلا منو نمیشناخت حالا حاضر با من صحبت بکنه. اون 90%ی که نمیخواد با من صحبت بکنه، اون اصلا کسی نیست که از دست دادم، کسی بود که اصلا هیچ وقت قرار نبود اصلا با من صحبت بکنه. برای همین در نهایت من برده، در نهایت باعث شناسایی بیشتر آره جلو رفتن میشه، تاثیرش در نهایت مثبته. خب حالا یه سوال، این کاری که داری میکنی کار سختیه، مخصوصا واسه فرهنگی که ما ازش میایم، چون دیگه به قول تو از مدرسه از همه جا دارن فشار میدن تو صورتت که اسلام و توی این جامعه من دیدم یه حرف کوچیکی به خدا میزنی، یه حرف به قرآن میزنی، داستان داره و مثلا کلا هیچ وقت تمومی نداره. حتی یه نفر دیگه میتونه کتاب بنویسه هر 20 سال میان دنبالش. هم تو زندگی شخصی چه تأثیری داشته؟ چه چیزایی بوده که مثلا یه روز خواستی کاری بکنی گفتی نه به خاطر این کارم نمیتونم این کارو بکنم؟ یا خیلی دوست دارم بدونم، چون خیلی به نظر من اگه این جای تو بودم توی استرس بودم راستش رو بخوای. یعنی همیشه میگم که چون یه سری آدم بی منطق دیوانه هستن که تو مغزشون هست که اگه منو از بین ببرن میرن بهشت. با این منطق چطوری دیل میکنی تو زندگی روزانه‌ات؟ خب آره این تهدید همیشه هست. من چون میدونم بعد از این زندگی دیگه نیست، خب این زندگی برام خیلی با ارزش تر شده. خب برای همین ثانیه به ثانیهش برام اهمیت داره و احساس میکنم که باید بیشترین استفاده رو از هر روز بکنیم. خب و بیشترین استفاده از هر روز رو یعنی چی؟ یعنی عشق ورزیدن خب به زندگی و بقیه کسایی که تو دارن زندگی میکنن. چون اوج لذت از زندگی همینه که پیدا بکنی آدمای دیگه رو که دوستشون داری و همون تو به اونا عشق بورزی و هم اونا به تو عشق بورزن. خب این باعث شده که برای انسان‌ها خیلی ارزش بیشتری قائل باشن، برای تک تک لحظات زندگی رو. ببین ما توی جنگی که هستیم الان، جنگ بین فرقه مرگ هست خب و یه انقلاب زندگی. دقیقاً نشون میده که این دوتا جریان چی هستن. یعنی این دوتا جریانی که انقلاب ما رو نگاه بکنی و اینکه توش میگن زندگی، معنی زندگی خیلی جالبه، چون ما از بچگی همش مرگ رو داشتن به ما تبلیغ میکردن، شهادت و مرگ و انتخاب آخرت به جای دنیا. و ببین چه فاجعه بزرگیه. تو اگه با این باور رو قبول بکنی که ما این دنیا رو داریم و آخرتی در کار نیست، چه ظلمی داره به بشریت میشه با فروختن باور به آخرت. برای اینکه شما هر کاری رو که فکر بکنی درسته، هر کاری رو که فکر بکنی بیشترین استفاده رو میشه ازش کرد، بیشترین سود رو داره برای خودت و برای بقیه انسان‌ها، برای بقیه کسایی که قابلیت احساس کردن، قابلیت لذت و قابلیت زجر رو دارن. چقدر همه نتیجه گیری ها غلط میشه اگه این زندگی این دنیامون موقت باشه و یک زندگی جاودانه ابدی قرار بعدش بیاد. تمام نتیجه گیری ها غلط میشه و این زندگی به هدر میره. یعنی شما یک فرصت بیشتر برای تجربه این دنیا رو نداشتی و تمام تصمیم گیریات بر اساس این محاسبه غلطی میشه که این کوتاه مدته و یه چیزی تو بی‌نهایتی قراره بعدش بیاد. منم این نتیجه گیری رو خب من چون همیشه به باورهام خیلی فکر میکنم، بیش از حد فکر میکنم، این باعث شد که موقعی که من دین داشتم نزدیک بود بمیرم. نمیدونم این داستان رو بگم بهت یا نه. اوکی. من حدود فکر کنم 13 یا 14 سالم که بود، دوم راهنمایی مدرسه شهید دستغیب تو شیراز. از پنجره پریدم بیرون که خودم رو بکشم. خب آره. و من موقع این کار کردم که اصلا افسردگی نداشتم و از زندگی من کاملا راضی بودم. هیچ مشکلی با زندگی نه، میخواستم جهنم نرم، چون میخواستم به سن بلوغ 15 نرسم که بتونم گناه بکنم. خب یعنی من چند تا ادعا رو گذاشتم کنار هم و به یه نتیجه رسیدم که اگه ادعاها درست بود نتیجه منطقی بود. یعنی مشکل من با استدلالم نبود، مشکل با پرمیسز بود، با گزاره های این استدلال بود. خب تو خدا رو داشتی حک میکردی بقولم.
من بچه که بودم دستم، چون من خیلی به جهنم فکر میکردم، برام عجیب بود که چرا بقیه به جهنم فکر نمیکنن. یعنی همه آدمایی که دور و بر من هستن بر این باور هستن که یه جا هست به اسم جهنم که مردم رو شکنجه میدن، تا هزاران سال هم ممکنه شکنجهشون بدن. ولی نگاه میکردم میدم چرا کسی اصلا اهمیت، اگه چرا سعی نمیکنن جهنم نرن؟ اگه واقعا یک جایی وجود داره که ممکنه ما بریم و هزاران سال قرار شکنجه بشیم، اولویت همه باید این باشه که همه چی رو بذارن کنار، نرن فقط جهنم. تمرکزشون رو این باشه که نرن اون جهنم. اصلا نمیفهمیدم چون مردم به نمرهشون فکر میکنن، به لباسشون فکر میکنن، به مهمونی فکر میکنن، به کارشون فکر میکنن، به غذاشون فکر میکنن. مگه میشه به چیز دیگه ای فکر کرد؟ من همین الان به شما بگم، به تو بگم ببین یه سال دیگه 5 نفر میان با چوب میگیرن 1 ساعت میزننت، 1 ساعت، مگر اینکه تو این سال آینده این کارا رو بکنی. من فکر کنم تو این 1 سال حتما یه کاری میکنی که این کارا رو انجام بدی، فقط برای اینکه 1 ساعت با چوب نزننت. خب بعد چه جوریه که بقیه فکر میکنن هزاران سال قراره آتیش بکنن تو همه سوراخاشون، واقعا ولی اصلا به منطق فکرش این درسته. نیستن که آره. من بچه که بودم دستمو آتیش زدم که ببینم این چقدر درد داره. خب بعد با خودم جاشم هنوز مونده. خب او مای اینم می‌بینی یا نه؟ گاد. بعد با خودم فکر کردم ببین اینو فرض کن تمام بدنت، بعد فرض کن تمام بدنت برای 10 دقیقه، تمام بدنت برای 1 ساعت، تمام بدنت برای 1 سال، تمام بدنت برای 1000 سال. گفتم نمیشه یه همچین دردی رو تحمل کرد. من برای همین گفتم باید همه کار بکنم که این جهنم نرم. حالا یه داده این بود که ما قبل از 15 سال، نمیدونم به تو هم گفتن اینا یا نه، قبل از 15 سالگی پسرا معصومه، برای دخترا 9، برای پسرا 15. خب یعنی هر کاری بکنی هیچ گناهی نکردی. خب خودکشی تو اسلام حرامه، ولی اگه قبل از 15 انجامش بدی حرام نیست که، چون قبل از 15 سالگی حرام حلال نداری. درسته؟ خب من رفتم از معلم دینیمون پرسیدم توی مدرسمون، گفتم که من اگه قبل از 15 سالگی بمیرم کجا میرم؟ گفت میری بهشت. گفتم قبل از 15 سالگی بمیرم حتما میرم بهشت. گفت آره میری بهشت. من گفتم خب من چرا خودمو نکشم؟ من اگه بذارم 15 سالم بشه یا میرم بهشت یا میرم جهنم. اگه قبل از 15 سالگی بمیرم فقط میرم بهشت. خب مگه زده به سرم وایسم چه قمار احمقانه منتظر بمونم برم ببینم میرم بهشت میرم جهنم؟ خب الان خودمو میکشم که حتما برم بهشت دیگه، حرامم گناه هم نیست، چون من قبل از 15 سالگی گناه نمیتونم بکنم. بعد معلم دینی تنها توجیهش این که خودکشی نکنم این بود، گفت ببین بچه‌ها وقتی میرن تخمی ترین جای بهشت. خب یعنی ما بهشت 7 جا داره. خب 7 مرحله، آره 7 طبقه داره. بهترین جاش مال شهداست، محمد هم اونجاست. حالا نمیدونم خود شهید نشد رفته اونجا چرا، ولی خب بهترین جاش مال محمده. البته چرا شاید میشه گفت، حالا مهم نیست. بی خودترین جاش مال بچه‌هایی که چون اصلا فرصت گناه نداشتن رفتن. این گفت ببین تو اگه بری بهش به خاطر اینکه بچه مردی میری کمترین جای بهش، ولی اگه بذاری بزرگ شی و نماز بخونی، روزه بگیری، کار درست بکنی، اینا گناه یعنی کار گناهی انجام ندی، اون میری یه جای درست حسابی بهش میری. من گفتم این عجب دیوونه‌ایه، اصلا من برام مهم نیست کجا بهش میرم. من اگه یه پارکینگ لاتم بهم بدین برای بی‌نهایت، برام همین که من میخوام جهنم نرم. بهشت، تو میگی تو بهشتم قرار برم، مهم نیست که اولویت نباید این باشه که کجای بهشت. میگفتم این چقدر خره. خب اولویت نباید باشه که کجای بهشت داری میری، تو باید فقط نگرانت باشه که شکنجت نکنم برای هزاران سال. گفتم خب اگه تنها دلیلش اینه که اوکی پس من میرم خودمو میکشم. از پنجره پریدم بیرون که و تنها دلیلی هم که ببین من هم جفت پام شکست، کمرم خوب شد و خوب شد که چند طبقه؟ آره من 7 ماه 2 طبقه. ببین من فیزیک حالیم نبود مثل اینکه، خب یعنی به اندازه کافی نبود ارتفاعش، و اون اندازه کافی نبود که کسی رو بکشه. من بچه بودم فکر کردم ارتفاعش زیاده، ولی نزدیک بود فلج بشم. دست چپم و 2 تا پام شکست، ستون فقراتم هم له شد، یکی از مهره‌هاش یه ذره دیگه له میشد
نخام الان قطع شده بود، خب الان فلج بودم، خب و 7 ماه من روی ویلچر بودم و 1 سال مدرسه‌م هم از دست دادم، خب و تنها دلیلی که دیگه امتحان دوباره این کارو نکردم این بود که پدر مادرم رو این داغون کرد. یعنی من وقتی دیدم این با خانواده‌ام چه بلایی سرشون آورد احساس گناه کردم، دیگه اینو امتحان نکردم. خب چند سالت ولی بود؟ اگه 14 بخاطر 13 یا 14 دوم راهنمایی. آره یادمه دقیقاً. آره شانس آوردم که نفهمیدم این ارتفاعش کافی نیست، مگر یه جای بلندتری انتخاب می‌کنم. حالا چون کارا رو انتخاب کرده بودی پنجره دوم چون تو انتخاب کردی بپری دیگه، پنجره برات مهم نبود. اگه میگفتی با برم یه دونه بالاتر حتما میمیرم میرفتی بالاتر. چه خوب شد نمیدونستی. وای نگاه کن دنیا رو. آره ولی ببین استدلالم منطقیه ها. بعضی میگن خیلی آره دیوونه بودی. ببین مشکل استدلالم نبود، مشکل پیش‌فرض‌های اسلامی بود. اتفاقا من بر این باورم که من مونده بودم چرا بقیه این کارو نمی‌کنن. اگه بقیه بر این باور هست، بر این باورن که این باور درسته، چرا اونها این کارو نمی‌کنن؟ اینم که اینم که شورته، تمپرریه، اینم موقته. اون یکی قراره همیشه باشه. خب اینو خودت سریع بکش تو 14 برو اسیر زندگی کن دیگه. چرا میخواد 60 تا اینجا بمونی بعد بری؟ این 40 سال چه فرقی داره تا ابد؟ آره نه استدلال که خیلی قویه. استدلال انقدر قویه که اگه به من 14 سالگی میگفتین منم خودمو میگشتم. یعنی منم باید میپریدم. ببین مشکل دینم همینه دیگه. مشکل اینه که شما بعضیا میخوان اسلام رو اصلاح بکنن. خب این مزخرف ترین حرف من به نظر من. خب شما با باورهای پایت اگه غلط باشه با استدلال درست به نتایج خطرناک میرسی. خب شما اگه بخوای با باورهای پایه غلط به نتیجه درست برسی باید استدلالت مزخرف باشه. میدونی منظورم چیه؟ یعنی اتفاقا استدلال درست شما رو داعشی و طالبانی و جمهوری اسلامی میکنه، استدلال درست شما رو به اون نتیجه میرسونه. خب برای همین نیا با باورهای با فرضهای پایه غلط سعی کن مردم رو به نتیجه درست برسونی. این میشه اصلاح دین. باید اون باورهای پایه است که باید درست باشه. یعنی به جای اینکه مشکل از همون ایمان و وحی و خداست. شما از ریشه وقتی همه چی غلط باشه با استدلال درست محصول غلط گیر میاری. برای همین نیا اسلام رو اصلاح بکن، اسلام رو باید از ریشه زد، دین رو باید از ریشه زد، اصلا باور به خدا رو باید از ریشه زد. اصلا باور به خدا که چی، همه خرافات رو باید از ریشه زد. نه کاملا درست میگی. یعنی اصلا همین حرفی که داری میزنی تو با استدلال درست به این پوینت رسیدی. یعنی تو میگی آقا دیوانه‌ای بیا زودتر برس بهش، گارانتی تنها راهی هم که میتونی خودکشی رو بکنی توش چون قبل از 15 سالگیه هنوز حرام نشده. یعنی منطقت از این بهتر نمیتونه باشه. یعنی مثل در واقع ای مساوی ام سی اسکوئر. میدونی چی میگم؟ خیلی دقیقی گفتی. ولی همون چون اینپوت چرت و پرته تو با منطق که بدی همیشه به چرت و پرت میرسی، چون شروع چرت و پرته، پایه چرت و پرته و خیلی قشنگ گفتی. garbage in garbage out. یه اصطلاح انگلیسی هست میگن garbage in garbage out. سوال اقتصادی